فریبا حالا فقط کارهای سبک خانه را اجرا می کند، زیرا توان اجرای کارهای وزنین را ندارد، چون که یک گرده‌اش را 2 سال پیش فروخت. خانواده قشاق و بینوای او در نیم سال گذشته بینواتر شد. 4-5 ماه میشه که شوهرم میده شیشته فعلا برای خوردن چیزی نیه، برای ساختن چیزی نیه. عدالت توقع داریم که ما کمک برسه که طفلکا مریضن، فعلا پول دکتر دوانیه. پیش از آن که طالبان حکومت افغانستان را بگیرند، شوهرش با مزدوری روزانه $3.5 کار میکرد. از زمان آمدن طالبان به سختی کار و پول مییابد. به فریبا برای گردش $2,000 داده بودند، ولی آن را هم برای بازگرداندن قرض عائله صرف کردند. در این محله ظاهراً گرده فروشی یک کار معمولی است. همه این مردان و زنانی که نخواستند نشان بدهیم گرده هایشان را فروختند. یک مرد گفت که 5 برادرش این کار را کردند. در اردوگاه چند کیلومتر دورتر از اینجا الله نظر 3 ماه پیش از ناعلاجی گردش را فروخته است. عین کار را این مردان کردند که در ویدیو میبینید. بعد تغییر حکومت همه چیز گران شد. ما خواستیم کشور را ترک کنیم اما نتوانستیم. برای همین گردم را فروختم. او زمان کشاورزی و چارواپروری میکرده است، اما جنگ خانه و اموالش را نابود کرد. الله نظر یکی از 9 میلیون بجا شدگان افغان است. پیش از غصب قدرت در ماه اوگوست سال 2021 افغانستان جنگ زده سخت پایبند یاریهای خارجی بود. قطع کمک‌ها بر علاوه نامعینی سبب افزودن بیکاری و سستی تجارت و بدتر گشتن احوال کشور در نیم سال گذشته شد. به گفته سازمان ملل متحد، حالا نصف از مردم افغانستان در ورطه گرسنگی هستند. برای همین قسمی از ناچاری و ناعلاجی عضو بدنی خویش را می‌فروشند. زین الله تقریبا 1.5 ماه پیش یک گرده‌اش را فروخته است. از بس که برای خوراندن عائله‌ام به پول احتیاج داشتم از آدمان قرض گرفتم. بعداً برادرم هم دیگر به من پول نداد، زیرا خودش هم محتاج است. از بس که عائله را خوراندن نتوانستم، بچه‌هایم گرسنه بودند، عضو بدن خود را قربانی کردم. در اینجا در خانه فریبا احوال روز به روز بدتر می شود. عائله‌اش صبح و شام برنج خالی می خورد. از بس که از جای کمک نمی رسد، می گوید که در اندیشه فروختن یکی از جگربندان و دختری خردیش افتاده است.